درود به شما شنونده های عزیز. در موج نشر نوبتی برنامه فرهنگی و فراغتی صدای تئاتر در کند FM است و ما امروز درباره تئاتر و کودکان صحبت میکنیم. تئاتر و کودکان دو مفهومی گوناگون ولی از یک نگاه دیگر خیلی به هم نزدیک، چون هر دو هم در عالم زیبا و رنگین افسانوی زندگی میکنند. با برنامه ما بمانید، صحبت عجیب خواهیم داشت. از بشکل ها چیده غزل خوانده رقصیده، از بشکل ها چیده غزل خوانده رقصیده. با چم میبره من، با چم میبره من. لا 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 لا. تخمین میکنم که اکثری شنونده های برنامه صدای تئاتر جوانان و کلانسالانند. از این رو شاید درست‌تر آن باشد که ما درباره تشریف کودکان به تئاتر با همراهی پدر و مادر صحبت کنیم. جمله تشریف به تئاتر با همراهی پدر و مادر شاید بعضی از شما را ناراحت سازد، چون تخمین میکنم که وقتی که تئاتر میگوییم در ذهن اکثر شما یک بینای خراب و یک جای دلگیر کننده تصویر مییابد. لیکن من شما را باور میکنم که این گونه نیست، زیرا یک بینای 100 ساله حتما از دلگیر کننده بودن تئاتر شهادت نمیدهد. وضع بینا به تئاتر خلل نمیرساند که جذاب و جالب باقی ماند و وظیفه خود را در نزد تماشابین اجرا کند. خب، از موضوع دور نمی رویم و درباره تشریف به تئاتر صحبت میکنیم. البته موضوع تشریف به تئاتر یک موضوع کلان و خیلی بحثناک است و مسئله های چرا باید به تئاتر رویم، تئاتر به ما چی میدهد و اگر نرویم چی می شود و عموماً به همین مانند موضوع ها را ما در نشرهای نوبتی برنامه صحبت خواهیم کرد. امروز باشد در مد نظر ما تشریف کودکان به تئاتر با همراهی پدر و مادران است. در صحبت امروزه میخواهم زیر کلمه همراه خط کشم و آن را همچون مهمترین کلمه موضوع امروزه بررسی کنم. تشریف کودکان به تئاتر همراهی پدر و مادران. چرا محض همراه؟ زیرا به اندیشه من ما بهترین لحظه های حیات خود را همراهی نزدیکترین آدمان خود باید گذرانیم. محض همین همراه کار را به انجام رسانیدن، به جای رفتن، چیزی را دیدن، وقت خوشی کردن و مسئله را همراه حل کردن ما را به هم نزدیک می کند.
ما در یک زمان کار و زندگی میکنیم که در یک شبانه روز 24 ساعت کمی میکند و بیشتری وقت ما نمیتوانیم برای فرزندانمان وقت جدا کنیم، با آنها صحبت کنیم، صدای دل آنها را بشنویم، با آنها بازی کنیم. اگر شما از جمله آنهایی هستید که برای فرزندتان هر روز وقت جدا کرده میتوانید، کودک شما خوشبختترین کودک است که چنین والدین دارد. اما من شبهه میکنم که در جمعیت ما شمار چنین والدان زیاد باشند. بدبختانه ناوابسته از آن که میدانند یا نمیدانند، اکثریت والدان برای فرزندشان وقت جدا کرده نمیتوانند و در جمعیت ما کم نیستند کودکانی که با بیبی و بابایشان کلان میشوند. خب من کسی را به چیز محکوم کردنی نیستم، فقط همین را میخواهم بگویم که این موضوع خیلی مهم است و اگر نسبت به تقدیر فرزندتان بی‌طرف نباشید، حتما از اینترنت درباره مهمیت مناسبت پدر و مادر با فرزند اطلاع پیدا کنید، تماشا کنید و بخوانید. ما باشیم موضوع خود را ادامه میدیم. خواهی که بابا شوی، دوستی بچه ها شوی، باید درست کردی را مکن اصلا اشتباه. فهمیدم. خواهم که بابا شوم، دوستی بچه ها شوم، باید درست کردم را مکنم من اشتباه. کودکان را که دیدی بگو سلام بچه ها، بابای برفی من آوردم با خود سوغا. یا شد فهما. کودکان را که دیدم گویم سلام بچه ها، بابای برفی من آوردم با خود سوغا. هر کسی که شعر داند یا که ترانه خواند، تحفه میدی هم به آن تا که شود شادمان. وای گربه با ما فهمم من چقدر برفک شوم. تو خواهی که برفک شوی، زیبا دخترک شوی، باید نازو گردی را تبسم کرده چون ما. خواهم که برفک شوم، زیبا دخترک شوم، باید نازو گردم را تبسم کرده چون ما. اگر وظیفه ها را درست اجرا نماییم، این اقلیتیانین را به این باور کنونیم. در نزد علی بشم ما میشویم سرفراز، کتابی جادویت را به دست می آوریم با. در نزد علی بشم ما میشویم سرفراز، کتابی جادویم را به دست می آوریم با. البته کودکان ما و شما از لذت تئاتر بی بهره نمی مانند و همراه همسنفان و معلمه خود به تئاتر تشریف می آورند. لیکن ما حالا درباره منفعت های صحبت می کنیم که شما در نتیجه همراه با فرزندتان به تئاتر تشریف آوردن برداشت می کنید. یکم، هنگام از خانه تا به تئاتر رسیدن شما فرصت پیدا میکنید که با فرزندتان صحبت کنید، به سوالهای وی جواب دهید و درباره مسئله هایی که او را در زندگی عذاب میدهند آگاه شوید و بعداً تا آغاز نمایش در فضای تئاتر میتوانید گشت و گذار کنید، با نمونه های گوناگون صنعت آشنا شوید و برای بار اول با کودکتان درباره صنعت صحبت کنید. و نهایت پس از به انجام رسیدن نمایش شما برای چند مدت دیگر موضوع برای صحبت دارید. شما می توانید اطراف نمایش صحبت کنید، قهرمان‌های نمایش و رفتار آنها را بررسی کنید و عموماً در مرحله‌ای که فرزندتان با زندگی آشنا می شود اشتراک کنید. سرگوش و خیر سورو با
برآمده ما برا بریزی سالی نبو هم برفکو هم بابا زرگوش خیر سور با برآمده ما برا بریزی سالی نبو هم برفکو هم بابا ما دست به دست میدیم ما کیت به کیت مینیم برفک و بابایمان را به هیچ کس نمیدیم برفک و بابایمان را به هیچ کس نمیدیم با پیش هر گوشک لا 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 دوم، صنعت تئاتری به شما امکان می‌دهد که در فرصت خیلی کوتاه تقریباً 50-70 دقیقه کلکته احساس‌های گوناگون را از سر گذرانید. در طول نمایش شما با هم بخندید، با هم گریه کنید، با هم غم خورید به درد قهرمان‌ها و با هم شادی کنید برای موفقیت آنها. آیا شما هر روز همراهی کودک خود خرسندی میکنید؟ دیرزه ها را واکنه سوی شما من میپرم آسودگی من قند شادی میبرم دیرزه ها را واکنه سوی شما من میپرم آسودگی من قند شادی میبرم. سیوم، احساس همدردی نسبت به دیگران، یعنی در رفت تماشای نمایش احساس کردن باطن قهرمانان. این بهترین تجربه است که قابلیت احساس کرده توانستن باطن نفر دیگر را در تماشابین رشد می‌دهد و به اندیشه روانشناسان این از بهترین منفعت‌های صنعت تئاتری است که نمی‌توان در همه جا پیدا کرد. باطن نفر دیگر را احساس نمودن یعنی این قابلیت ساخته توانستن مناسبت با خود، با کسی دیگر، با اطراف را به وجود می آورد. خیلی زیاد آدمان امروز نمی توانند با خود و با دیگران مناسبت سازند. روانشناسان برانند که همین ساخته نتوانستن مناسبت با خود و ساخته نتوانستن مناسبت با نفر دیگر است که امروز در جمعیت ما جداشوی زیاد است. همین ساخته نتوانستن مناسبت با اطراف، با دنیا، با جهان، با زندگی است که شماره خودکشی ها میان کودکان و جوانان می افزاید. روی جهانی به کنار سیاره هایی به شمار سیاره مرزی آریان اما دیگر باشد بیدان اما دیگر سیاره ها هرگز ندیده برف را بابایی برفی از کجا آخر شناسم بچه ها سیاره ای ما بچگان دارد فقط تابستان ما آمدیم با کشتیمان بر این زمین همچون مهمان من گوییم به مرزی آریان بابای برفی مهمان با برفکی دانایی خود خواند برای ما سرود
سرخ سیاره ما همچنان خوش رو و زیبا بچگان اما ندیده مادران از برفک و بابا نشان از برفک و بابا نشان از برفک و بابا نشان. چهارم، مشق مغز سر، تخیلات. چون صنعت تئاتری همه نمودی صنعت ها را از جمله صنعت موسیقی، صنعت تصویری، صنعت رقص، صنعت سرایندگی، صنعت سخنوری، ادبیات و دیگر نمودی صنعت ها را به هم می آورد، برای رشد دادن تخیلات، فانتازیا و مشق دادن مغز سر سهمی کلان می بازد. تئاتر محض همون نمود صنعت است که ما را مجبور می کند که تصور کنیم. مثلا در تئاتر یک لطه کبود آب می شود و ما باور می کنیم که این آب است، و یا یک لطه سرخ به خون مبدل می شود و ما باور می کنیم که این خون است. در سینما ما سوختار را می بینیم، ما می بینیم که چگونه آتش علنگه می گیرد، لیکن در تئاتر ما سوختار را تصور می کنیم. از این رو این بهترین خصوصیت صنعت تئاتری است که تخیلات و فانتازیای ما را رشد می دهد. شود آدم که انا ببینید دستان نام این آدم کارلسون. کی میداند یکی معجزه شود و شما و فرزندتان به صنعت تئاتری یا عموماً به صنعت عاشق شوید. آنگاه این از بزرگترین واقعه خواهد بود در حیات شما و فرزندتان، زیرا شما برای یک عمر موضوع مشترک خواهید داشت برای صحبت کردن که این خیلی چیزی نادر است. کمی کم در زندگی والدان و فرزندان موضوعهای مشترک دارند که صحبت کرده می توانند. یک مثال عادی، با بعض نفران ساعتها صحبت کردن ممکن و خیر خوش کردن خیلی دشوار است. با بعضی دیگر باشد پس از سلام و علیک و چند جمله دیگر رد و بدل کردن دیگر نمیدانی درباره چی صحبت کنی. اگر شما در دوران پیری با فرزندتان صحبت‌های طولانی کردنی باشید، حالا عین وقت است که درباره‌اش فکر کنید. خوش رو یک کباب 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 میشه بزر باشی پورما یک کباب 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 میشه بزر باشی خوش رو یک کباب 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 میشه بزر باشی پورما یک کباب کباب کباب. اگر یگان روز معجزه شود و شما خلاصه کنید که همراه فرزندتان به تئاتر می آید، شبهه نکنید. اطمینان داشته باشید که شما برای خود و فرزندتان کاری شایسته را به انجام می رسانید. همراه کودک خود به عالم افسانه وارد شوید. از یک جایه از سر گذرانیدن حسیات‌های گوناگون که شما و فرزندتان را به هم نزدیک می‌کند لذت برید. پس از نمایش با فرزندتان فکرهایتان را تقسیم کنید، بحث کنید و برای یک جایه رشد کردن مساعدت کنید. هر سال
تنها توی کم دیدار جانم به تو پزمان است گل دستم اچین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز گل دستم اچین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز شبنم به سری مویت شبنم به گلی رویت عاشق به لبی خوشگش شبنم به لبش جویت گل دستم اچین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز گل دستم اچین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز قدی تو برای گل گردیده دوتای گل ای تازه نهالی من تو صدری مرا مشکن یک لحظه نشین با من گل دسته بچین با من گل دسته بچین با من گل دستم اچین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز با من بینشین امروز بچه ها جیم بیادب ها سخت آشفته و غمگین بودم. با خودم میگفتم بچه ها تنبل و بد اخلاقند. دستی کم میگیرند درس و مشق خود را. باید امروز یکی را بزنم، جنگ کنم و نخندم اصلا تا بیترسن از من. خطکشی آوردم، در هوا چرخاندم. چشمها در پی چوب تنبه هر طرف می غلطید. خب بچه ها، کشاید دفتره، گذارید به میز، زودتر. همه را از نظر می گذراندم. اولی کامل بود، خیلی خوب. دومی بدخط بود، به سرش داد زدم. سومی می لرزید، خوب گیر آوردم. سعید در دام افتاد و به چنگ آمد زود. دفتری مشق حسن گم شده بود. این طرف آن طرف میز بگشت. تو کجایی بچه؟ بله استاد اینجایم. همچنان می لرزید. تو چرا تنبلی داری حسن؟ به خدا دفتری من گم شده استاد، همه شاهدند. ما نوشتیم استاد. باز کن دستت را. خطکشم بالا رفت. خواستم بر کف دستش بزنم. او تلاش میکرد. چوب پایین آمد. ناله سخت کرد. چون نگاهش کردم گوشه صورتی او سرخ شده بود. هیق هیق کرد و سپس ساکت شد.
همچنان میگرید، مثل شمع آرام بی خروش و ناله. ناگهان شکرالله در کنارم خم شد. زیر یک میز کنار دیوار دفتری پیدا کرد. گفت استاد اینها دفتر مشق حسن. چون نگاهش کردم خوشخط و عالی بود. غرق در شرم و خجالت گشتم. جای آن چوبی ستم بر دلم آتش زد. سرخی گونه او به کبودی گرفت. صبح فردا دیدم که حسن با پدرش با یک مرد دیگر سوی من می آید، خجل و شرم زده و دلنگران. منتظر ماندم تا که حرفی بزنم، شکوه یا گله یا که دعوا شاید سخت در اندیشه آنها بودم. پدرش بعدی سلام گفت استاد لطفی بکنید و حسن را بسپارید به ما. گفتمش چی شده اکی رحمان؟ گفت این بچه ما وقتی از مکتب برمیگشته به زمین افتاده. بچه سر به هوا یا که دعوا کرده قصه ساخته است که زیر ابرو و کنار چشمش برم سخت درد دارد. میبریمش به طبیب با اجازتم. چشمم افتاد به چشمی کودک. غرق اندوه و تأثیر گشتم. من شرمنده معلم بودم، لیک این کودک خرد و کوچک اینچنین درسی بزرگ میداد به کتاب و دفتر. من چی کوچک بودم و چی اندازه بزرگ. با پدر نیز نگفت آنچه من از سر خشم به سرش آوردم. ای بیکار از خود من بود و نمیدانستم. من از آن روز معلم شدم. بعد از آن هم دیگر در صنفم نه کسی بد اخلاق نه یکی تنبل بود. همه ساکت بودن. تا حدود امکان درس هم می‌خواندند. او به من یاد بداد درس زیبایی را که به هنگام خشم نه به فکرم تصمیم نه به لب دستوره نکنم تنبیه. یا چرا اصلا من باید عصبانی باشم؟ با محبت شاید گره بکشویم، با خشونت هرگز. این شعری با خشونت هرگز شاعر ایرانی واحد امینایی بود که با صدای باهر بهادرزاده شنیدیم. اگر شما فعالیت تئاتر کانیبادام را در شبکه‌های اینترنتی پیگیری میکنید، پس شما الکی آگاهید که در سامانه تئاتر کانیبادام .tj و تمام شبکه‌های اجتماعی تئاتر کانیبادام اکتی من میدانم کودکان و کووید برگزار شده ایستاده است که رسم‌های به موضوع کووید کشیده تمام کودکان ایجادکار کشور نشر کرده می شود و حالا هم امکان هست که رسم‌های کشیده کودکان خود را در سایت تئاتر کانیبادام .tj نشر کنید و یا به رقم 918 530656 با واسطه وایبر و تلگرام روان کنید. حالا باشد یک سرودی را در اجرای شیرین ماه و فرشته ماه میشنویم که در دایره اکتی من میدانم آماده شده است. گرچه باشم خردکک لیکن کووید را دانم، پیشگیری از سرایت من کرده میتوانم. گرچه باشم خردکک لیکن کووید را دانم، پیشگیری از سرایت من کرده میتوانم. ای تو کوویدی
میکشم رسمی تو را همین شب میفرستم آن را بر دوگانه ها ای تو کویدی بزب میکشم رسمی تو را همین شب میفرستم آن را بر دوگانه ها تا که همه ببیند این افتی بزبی تو هم چشم و لبی کجو میانی کلبی تو تا که همه ببیند این افتی بزبی تو هم چشم و لبی کجو میانی کلبی تو این را بیدان ویروس چه من کودکی خیورم پیشکنم تاجی تو را زیرا از تو منظرم این را بیدان ویروس چه من کودکی خیورم پیشکنم تاجی تو را زیرا از تو منظرم چند لطیفه های نمکین را در پیشنهاد غیرت قادروف و فرخ وحیدوف میشنویم. همین عالما سال 2000 گفته بودند که سال 2020 ماشین ها میپرند. یه رویاتان سیاه عالما همین سال اقل سمالیات نپرید کو؟ олимон муайян карданд ки панда ба ҳисоби миёна 12 соат мехӯрад. айни ҳол агар ҳаме хеле нигоҳ карда бироӣ инсон ҳам дар хона нишаста дар вазъияти карантин мисли панда мехӯрад 12 соат. ана барои чӣ ин вазъиятро пандемия мегӯянд. маслиҳати рӯз агар ба меҳмон пиёларо пур карда чой диҳед вай ба пиёла қанд андохта наметавонад. баъзе аз волидайн фарзандонашонро ба мисли худашон тарбия мекунанду бо оқибат бисёр умед мекунанд ки аз фарзандашон ягон инсони хуб мебарояд. ҳамин коронавирус ҳам мисли дин. касе бовар мекунад, касе бовар намекунад, як каси дигар бошад пул кор мекунад. ин аҷоиботи олама бинед. кӯдаки хитрӣ ба лаклаке ки ӯро меовард $200 пора дода самти парвозашро дигар карда оқибат гражданини швейтсария шуд. ҳама чиз ба шумо дуру дароз хизмат мекунад. агар шумо барои навашро харидан ё таъмир пул надошта бошед. инак эълон. падару модарони азиз, аз фарзандони худ бисёр чизро умед накунед, зеро падару модарони шумо низ аз шумо умедҳои хеле зиёд доштанд. ҳозир ҷавоно хеле шикоят мекунанд ки ишқи ҳақиқиро ёфтан хеле душвор аст. бечораҳо, шумо ҳоли ҷои кор накофтед. инак лаҳзаҳои хатарнок. ҳамлагар бо дарвозабон як ба як мебарояд. зарба, зарбаи дигар, боз зарба. ин хеле латифиёбҳои сочинро
дарвозабон анча боз нахӯрда буд. мана боз як хабари аҷоиб. мана ба қарибӣ дар як оилаи итолиёвӣ як кӯдаке ба дунё омадааст. аҳли оила маслиҳат кардианду номи кӯдакро карантино мондианд. илтимос мана накушед. 4 та бачам ҳай, занам ҳай. хонама қарз бихаридагӣ. қарз додан вообще-то куштан гирифт. زمستان بود و بودم به موی سر سری من سیپسیلیق زور و کل بود. زمستان بود و بودم به موی سر سری من سیپسیلیق زور و کل بود. شرافت خاله همسایه ما، شرافت خاله همسایه ما، همان شب به مدار و هم کسل بود، همان شب به مدار و هم کسل بود. سحر شد خستم از جاگهی خواب، زنم میکرد گرم آن دم تنوره. سحر شد خستم از جاگهی خواب، زنم میکرد گرم آن دم تنوره. 200 تا به دل غم داشت و گفت، 200 تا به دل غم داشت و گفت بلند است خاله را تمپراتوره، بلند است خاله را تمپراتوره. بیرفتم بر عیادت خانه وی، بیدادم بهری خاله گرمکک چای. بیرفتم بر عیادت خانه وی، بیدادم بهری خاله گرمکک چای. دعای صبری منی کرد و گفت، دعای صبری منی کرد و گفت الها تو بخر لکسوس خوندای، الها تو بخر لکسوس خوندای. دیدم ناگهان همسایه زنها، با سر روی مالونیم اوریان بدنها. دیدم ناگهان همسایه زنها، با سر روی مالونیم اوریان بدنها. سری بیماری بیچاره نشسته، سری بیماری بیچاره نشسته. شروع کردن حرفی ما و منها، شروع کردن حرفی ما و منها. یکی میگفت سیترمان بخوره، دیگر میگفت نه پاراسیتامول. یکی میگفت سیترمان بخوره، دیگر میگفت نه پاراسیتامول. زنی سوم باشد گفت خواهد، زنی سوم باشد گفت که خواهد. سر از او برگلو سر اصل ما، سر از او برگلو سر اصل ما. میانی این همه غوغای زنها، شدم خاموش و بر کنج نشستم. میانی این همه غوغای زنها، شدم خاموش و بر کنج نشستم. همان دم بچه‌ای 10 سالم گفت، همان دم بچه‌ای 10 سالم گفت دهید یک بار تلفن را به دستم، دهید یک بار تلفن را به دستم.
شد این نروی من ویران و آنگه سخنهای غضب‌آمیز کردم بیشد این نروی من ویران و آنگه سخنهای غضب‌آمیز کردم علاوه خشم را ریخت بنزین علاوه خشم را ریخت بنزین حقارت های تند و تیز کردم حقارت های تند و تیز کردم زچم تلفن به تو در کار امروز نمیفهمی تو حالم این شب و روز زچم تلفن به تو در کار امروز نمیفهمی تو حالم این زمان ها عصبهای مرا ویران نکن را عصبهای مرا ویران نکن را نشب همراه به کاری کلان ها نشب همراه به کاری کلان ها هراسان دست و پا لرزان و سرخم برایم گفت او میلش داد و خوب هراسان دست و پا لرزان و سرخم برایم گفت او میلش داد و خوب فقط میخواستم راهی تبابه فقط میخواستم راهی تبابه به همسایه بیا به منزی و تو به همسایه بیا به منزی و تو زی اینترنت یوتیوب و گوگل و پوگلش خلاصه راهی درمان یافت بها زی اینترنت یوتیوب و گوگل و پوگلش خلاصه راهی درمان یافت بها سبیل ماند اینترنت خودشیست سبیل ماند اینترنت خودشیست مرا یک بچه خورد یک بنال زد مرا یک بچه خورد یک بنال زد اینک ده خردساله را کنم گوش اگر خواهد زدن دستش بکاره اینک ده خردساله را کنم گوش اگر خواهد زدن دستش بکاره من اکنون تاش نفهمیدم همین شعر من اکنون تاش نفهمیدم همین شعر کلان سالی ندارد اعتباره کلان سالی ندارد اعتباره کلان سالی ندارد اعتباره این بود نشر امروزه برنامه فراغتی و فرهنگی صدای تئاتر. با شما بودم چون همیشه فرهاد غفارپور. تا شنبه آینده خداحافظ.